خواهر که سوال کرد گفت که چند سال قبل شوهرم به ما گفت چند بار طلاق گفت، چند بار. اگر به 3 بار رسیده باشد طلاق تو طلاق ابدی شد و طلاق غلیظ شد، طلاق نهایی آخری یا نبگویم 3 بار طلاق آخری دیگه خلاص بشه. 1 بار طلاق، 2 بار طلاق میشه که همی شوهر پس همی خانم خود رجوع کنه و پس بگیره. و یا اگه گپای برش گفته باشه که از او گپ معنای طلاق میبره که برو دیگه کارت ندارم، چادرت بگی دیگه برو پشت کارت، یا اینو آن، یا برو فلانه رو بگی، این گپا گفت برش، بعد از او رو پس نکاح هم کرده میتونه. اما اگر 3 بار طلاق گفت، این طلاق دیگه آخر شد و نهایی شد، دیگه ای زن بیگانه شد، هرگز این شوهر گرفتن نمیتونه، او زن پس گرفتن نمیتونه، زن عدت خود تکمیل کنه و ترک کنه امی آدم امی خانه را. اما شما که بعد از این طلاق چند بار بازم زن شوهر بودین، گناه کردین، ناروا و حرام کردین. اگر اولادای بعد از این از شما به دنیا آمده باشه حلالی نیست. خب دقیق باشین، حلالی نیست. نگوین که ولا شرم از پیغور است و ننگ است مردم چی خواهد گفت، نیست. متوجه باشین که این کارا را جیل نکنین. باز که تو را باز برده به عریضه نویس، باز کار را بخیر رسمی کرده که تو را کار نداره، باز سر عریضه نیست، باز خط نشته کرده طلاق تو را داده، حالا باز 2 ماه بعد آمده پشت خانه تو بگو که من بیگانه هستم، تو بیگانه هستی. ما حالا بگو اختیار خود دارم، هر کس میگیرم نمیگیرم در اختیارم است. او سر تو دیگه هیچ حقی نداره و تو مطلق آزاد هستی. هر شوهر که گرفته میتونی. اگر تو شوهر گرفتی و بعد او شوهر تو را پس طلاق کرد و عدت او را هم سپری کردی، بعد از او اگر میخواستی باز می شوهر اول تا گرفته میتونی و الا دیگر هرگز نمیتونی.